سلام، آمنه شادلو هستم و در این ویدیو میخوام به بررسی چرخه حیات سرویس ها در ASP.NET Core بپردازم. همونطور که میدونید در اکثر دیپندنسی اینجکشن ها ما 3 نوع چرخه حیات داریم برای سرویس هامون: سینگلتون، اسکوپ و ترانزینت، که هر کدوم از این در واقع انواع یک سری ویژگی هایی دارن که ما بر اساس سرویسی که میخوایم ارائه بدیم در پروژهمون، بر اساس اینکه منابعمون در واقع به چه صورت هستن، با توجه به ویژگی های این 3 نوع چرخه حیات بایستی سرویسمون رو بر اساس یکی از اینها تعریف کنیم. من قبل از که بخوام به در واقع به کدنویسی بپردازم، میخوام یک سناریویی رو مطرح کنم که با توجه به این سناریو بتونیم مفهوم این 3 نوع چرخه حیات رو برای سرویس هامون درک کنیم و بعد از اون وارد کدنویسی بشم. سناریو به این صورت هست که میخوام یک کارخونه‌ای رو تصور کنید که در این کارخونه سرویسی وجود داره که اون سرویس یک شیئی به نام چکش رو تولید میکنه و در اختیار حالا کارگرها قرار میده. این کارخونه 3 نوع روش در واقع برای ارائه این سرویس به کارگرها داره. اولین روش سینگلتون هستش. به چه صورت؟ وقتی که کارخونه باز میشه، یک نمونه چکش ساخته میشه، یعنی سرویس ساخته این چکش اجرا میشه، یک نمونه چکش ساخته میشه. کارگرهایی که در این کارخونه هستن هر زمان که احتیاج به چکش داشته باشن، این نمونه چکش ساخته شده در اختیارشون قرار میگیره، ازش استفاده میکنن و کارشون که تموم شد همچنان این نمونه وجود داره و اگر کارگر دیگه‌ای باز به چکش احتیاج داشته باشه، همین نمونه مشترک در اختیار اون هم قرار میگیره. پس در واقع یک بار فقط این سرویس اجرا میشه در ابتدای باز شدن کارخونه، نمونه مورد نظر، شیء مورد نظر که چکش هست ساخته میشه و هر کارگری که به این چکش احتیاج داره از همین نمونه مشترک استفاده میکنه. این چکش تا چه زمانی وجود داره در این کارخونه؟ تا زمانی که کارخونه بازه. تا زمانی که کارخونه باز هستش این چکش وجود داره. به محض اینکه کارخونه بسته بشه این چکش هم حذف میشه. پس نکته‌ای که در اینجا وجود داشت، طول عمر این چکش از باز شدن کارخونه تا زمانی که بسته بشه است و این در واقع چکش فقط یک نمونه ازش ساخته میشه و در اختیار همه درخواست کننده ها قرار میگیره. هر کارگر که درخواست بکنه این چکش در اختیارش قرار میگیره. پس یک نمونه چکش مشترک بین همه هستش. روش دوم ارائه این سرویس به این صورت هستش که وقتی کارخونه باز میشه و کارگرها وارد این کارخونه میشن، هر کارگری که درخواست چکش بده، این سرویس به صورت منحصر به فرد برای اون کارگر اجرا میشه و یک نمونه چکش منحصر به فرد برای کارگر تولید میشه و در اختیارش قرار میگیره. منتها این چکشی که به صورت منحصر به فرد برای کارگر تعریف میشه، ساخته میشه، تا زمان شیفت اون کارگر در واقع وجود داره. تا زمان که کارگر شیفتش تمام نشده و در کارخونه هستش، اون نمونه چکش در اختیارش هست و ازش استفاده میکنه. یعنی چی؟ یعنی وقتی درخواست رو داد و چکش براش تولید شد، کارشو باش انجام میده، بعد دیگه بهش احتیاجی نداره. چکش همچنان برای اون روی میزش هست، به کارهای دیگهش میپردازه، دوباره احتیاج به چکش پیدا میکنه، از همون نمونه چکشی که روی میزش استفاده میکنه. نمونه جدید دیگه‌ای براش تولید نمیشه. پس چکش به صورت منحصر به فرده، هر کارگر چکش مخصوص خودش رو داره، منتها این چکش تا زمانی که شیفت اون کارگر تموم نشده برای اون کارگر وجود داره و میتونه ازش بارها و بارها استفاده کنه. در روش سوم که به صورت ترانزینت هست، به این صورت هستش که هر بار که کارگر درخواست چکش میکنه، چکش به صورت منحصر به فرد برای اون کارگر تولید میشه، نمونه ساخته میشه، منتها به محض اینکه کارش باش تموم شد کلین میشه، تموم میشه، حذف میشه و مجددا اگر همون کارگر احتیاج به چکش پیدا بکنه، دوباره یک نمونه جدید از اون چکش براش ساخته میشه. در واقع در هر لحظه‌ای که کارگر احتیاج به چکش داره، یک نمونه جدید ساخته میشه. خب با توجه به این سناریو، شما الان تفاوت این 3 نوع چرخه حیات رو با توجه به این
چکشی که توی این کارخونه وجود داشت و کارگرها بر اساس نیازشون ازش استفاده میکردن و مدت زمان حضور این چکش در این کارخونه، میزان اشتراکشون توی هر کدوم از این سه نوع، این که حالا مشترک بودن، منحصر به فرد بودن، تا چه زمانی در کارخونه حضور داشتن، این رو توی این سناریو متوجه شدید. حالا میخوایم بیایم این رو به صورت واقعی در پروژهمون داشته باشیم و ببینیم که چجوری میتونیم پیاده سازی بکنیم. من در این نمونه پروژه‌ای که میخوام براتون مثال بزنم، میخوام کاملا متوجه بشید که یک سرویسی که میاد از نوع در واقع اسکوپ تعریف میشه چه اتفاقی براش میفته و چه تفاوتی داره با حالتهای دیگه. پس بریم بپردازیم به کدنویسی. خب این پروژه که در واقع یک نمونه ساده‌ای برای درک سه چرخه حیات هستش، شامل چند بخشه که من رو در ابتدا توضیح میدم. یک کلاس من اینجا دارم که این کلاس من اسمش گذاشتم لایف تایم، شامل یک پراپرتی هست از نوع استرینگ و عنوان این پراپرتی هم تکسته، صرفا همین پراپرتی رو داره. یک پوشه دارم با عنوان سرویسز که یک اینترفیس داره. این اینترفیس شامل get lifetimes که همونطور که مشخصه قراره که لیستی از اون کلاس لایف تایم رو من بده و یک add to lifetime داره که کارش اضافه کردن هستش. یک کلاس دارم با عنوان لایف تایم سرویس که این سرویس اینترفیسمون رو ایمپلیمنت کرده. ببینید در واقع اون دوتا عضوی که اینترفیسمون داشتن رو در اینجا ایمپلیمنت کرده. سرویس ما شامل یک عضو داخلی هستش که یک کالکشنه. این کالکشن در واقع مجموعی از لایف تایم ها، کلاس لایف تایم رو داره در خودش جا میده. متد add to lifetime کارش هستش که به این لیست یک نیو لایف تایم رو اضافه بکنه که این لایف تایم رو من از طریق یک متدی که کارش تولید یک رشته رندوم هستش میام مقدار تکست رو به صورت رندوم تولید میکنم و هر بار که متد add to lifetime فراخوانی بشه یک نیو لایف تایم، یک نمونه از کلاس لایف تایم تولید میشه و به این لیست ما اضافه میشه. و متد get lifetimes کارش این هستش که هر زمان که فراخوانی شد لیست ما رو بهمون نشون بده، ببینیم که داخلش چه تعداد لایف تایم وجود داره. خب حالا بایستی بیام در پروگرام و در اینجا سرویسم رو رجیستر کنم و مشخص کنم که این سرویس من از چه نوعی هستش. ابتدا میام با سینگلتون استفاده میکنم، از اد سینگلتون استفاده میکنم، عنوان اینترفیسم و عنوان سرویسم رو ذکر میکنم. به این طریق در واقع سرویس من قابل استفاده میشه در پروژه. خب بعد از که همه نیازمندی ها رو انجام دادیم، تنظیمات رو انجام دادیم، میام داخل کنترلر. در کنترلر میخوام که از سرویسم استفاده کنم. در اینجا من اومدم دو نمونه از سرویس رو ساختم، سرویس 1 و 2 در قسمت کانستراکتور ازشون استفاده کردم، مقداردهی در واقع کردم و در اینجا یک اکشن رو دارم که این اکشن کارش این هستش که بیاد یک نمونه، یعنی هر بار که فراخوانی میشه این متد get lifetimes یک نمونه به سرویس من، به مخزنش که همون لیستی از لایف تایم ها بود اضافه کنه و در نهایت بیاد لیست رو من نمایش بده، ریترن کنه. و همونطور که میبینید من در سرویس 1 اضافه کردن رو دارم انجام میدم ولی دارم سرویس 2 رو به شما نشون میدم. خب پروژه من در واقع API هستش، پروژه رو اجرا میگیرم و با همدیگه تغییرات رو میبینیم. متد ما از نوع get هست، ریکوستمون get، try، execute. خروجی که من میده یک کالکشنی هستش که یک نمونه از کلاس لایف تایم داخلشه که پراپرتی تکست رو مقداردهی کرده. مجدد اکزیکیوت میکنم. وقتی مجدد اکزیکیوت میکنم به همون در واقع کالکشنم یک مقدار دیگه رو داره اضافه میکنه. هر بار که من اکزیکیوت کنم یک مقدار داره اضافه میشه و قبلی ها رو حفظ کرده. هر بار که من اکزیکیوت میکنم در واقع دارم یک در واقع HTTP request رو اجرا میگیرم، درخواست میدم، یک درخواست HTTP هستش و با هر بار درخواست HTTP اکزیکیوت که من دارم میکنم داره به اون لیست قبلی من اضافه میشه. خب من استاپ میکنم، میام بریک میذارم اینجا، اجرا میگیرم get tried execute و میام داخل بریک.
این رو باز میکنم تا دقیق ببینیم که چه اتفاقی داره میفته. هر دوی نمونه ها رو اینجا داریم. میخوام متد اد تو لایف تایم رو فراخوانی کنم. یه بریک هم اینجا میذارم. کانتینیو. به محض اینکه متد اد تو لایف تایم فراخوانی شد، هر دوی اینها مقدارشون 1 شد. با اینکه توسط سرویس 1 این فراخوانی انجام شده بود. خب دوباره کانتینیو میزنم. یک بار دیگه اکزیکیوت میکنم. یعنی یک بار دیگه HTTP ریکوست رخ میده. اینجوری که نگاه میکنم میبینم مقدار قبلی رو داره. دوباره اد تو لایف تایم رو فراخوانی میکنم. مقدارش شد 2 و همچنین برای دومی هم که اصلا متد اد تو لایف تایم براش فراخوانی نشده بوده، مقدار اون هم 2 شد. دوباره اجرا میگیرم. اکزیکیوت. دوتای قبلی رو نگه داشته. کانتینیو میکنم. مقدارش شد 3 به قبلی اضافه شد و برای دومی هم با اینکه فراخوانی نکرده بودم اد تو لایف تایمش رو، مقدار اون هم تغییر کرد. در واقع چه اتفاقی افتاد؟ وقتی برنامه اجرا شد، یک نمونه از سرویس در حافظه ایجاد شد. با هر بار فراخوانی، با هر بار ریکوست هیچ فرقی نمیکنه. یعنی هر بار که ریکوست HTTP رخ داد، همون یک نمونه‌ای که از ابتدا ساخته شده بود در اختیار این فراخوان قرار گرفت و توسط هر کسی هم که توسط هر نوع اینستنسی هم که اومد ازش استفاده شد، هر متدی هم اگر ازش استفاده کرد، روی همون نمونه ایجاد شده در ابتدای برنامه رخ داد. پس از اونجایی که در سینگلتون سرویس مورد نظر از ابتدای شروع برنامه تا انتها یک نمونه فقط ازش وجود داره و اون در حافظه قرار میگیره و تا انتها در حافظه وجود داره، میایم برای سرویس هایی ازش استفاده میکنیم. در واقع سرویس هایی رو این نوع چرخه حیات رو براش استفاده میکنیم که اولا اینکه حضور دائمیش در طول برنامه در حافظه برای ما بار زیادی ایجاد نکنه و تغییراتی هم قرار نباشه روش اعمال بشه. مثل چی؟ مثل کانفیگوریشن های سیستم. ما یه سری برای برنامه‌مون، برای پروژه‌مون یه سری کانفیگ هایی داریم که این کانفیگ ها رو می‌خوایم در اختیار همه درخواست کننده ها قرار بدیم. این کانفیگ ها مشخص هستن. برای همین در واقع سرویس های مربوط به کانفیگوریشن های سیستم رو میایم از نوع سینگلتون تعریف میکنیم که هر بار که هر کسی خواست ازش استفاده کنه، از همون نمونه اولیه استفاده کنه. خب بریم حالا سراغ چرخه حیات بعدی که در واقع اسکوپ هستش. من میام در پروگرام این رو میذارم از نوع اسکوپ و دوباره برنامه رو اجرا میگیرم. get میکنم try execute. خب اینجا رو باز میکنم و بررسی میکنیم. الان هر دو 0 هستن. کانتینیو رو میزنم. خب تا اینجا شبیه سینگلتون عمل کرد. با اینکه من اد تو لایف تایم رو برای سرویس 2 فراخوانی نکرده بودم، همون تغییرات برای دومی هم رخ داده. یعنی عملا نمونه‌ای که تولید شده برای دومی هم همون نمونه هستش. خب من این رو میام کانتینیو میکنم. رشته رو اینجا اضافه کرده. دوباره اکزیکیوت میکنم. دوباره که اکزیکیوت کردم میبینم مقدار اینها 0 شدن. چرا؟ چون که این بار در واقع اکزیکیوت که صورت گرفت یک HTTP ریکوست رخ داده دیگه. در حالت اسکوپد هر بار که یک ریکوستی داره رخ میده، در واقع یک اینستنس جدید، یک نمونه جدید و منحصر به فرد از اون سرویس ساخته میشه، وارد این اسکوپ میشه و تمام عملیات هایی که تو این اسکوپ رخ میده روی اون نمونه هستش. برای همین وقتی من مجددا اکزیکیوت کردم، اینجا هر دو 0 هستن. وقتی کانتینیو میزنم مقدار ولی برای هر دو اینها اعمال میشه. چرا؟ چون داخل یک اسکوپ هستن. برای اینکه این بهتر جا بیفته اجازه بدید من در اینجا بیام 2 بار دیگه اضافه کنم بهش اد رو و اد سومی رو هم بذارم توسط سرویس 2 انجام بشه. اجرا بگیرم. try execute. خب در اینجا هر دوی اینها 0 هست مقدارشون. کانتینیو که میزنم هر دو میشن 3. چرا شدن 3؟ یه اد توسط اولی، دوباره یه اد توسط اولی،
اد سوم توسط دومی، ولی همه عملیات ها روی یک نمونه رخ داده بوده. به همین دلیل هستش که چیزی که ما داریم میبینیم تغییرات برای هر دوه، یعنی هم روی سرویس یک هم روی سرویس دو. به محض اینکه برسم به این انتها اسکوپ تموم بشه، نمونه سرویسی که برای این ریکوست ساخته شده بوده از بین میره، تموم میشه، دیگه نیستش تو حافظه. کانتینیو میزنم برای اینکه مطمئن بشیم. مجدد اکزیکیوت میزنم، میبینم صفره. پس قبلی دیگه نیست. یک نمونه سرویس جدید، یک نمونه سرویس جدید ساخته شده برای این ریکوست. خب پس تفاوت این کاملا مشخص شد. با هر بار ریکوستی که من دارم انجام میدم، درون اون اسکوپ برای اون در واقع درخواست یک نمونه منحصر به فرد از اون سرویس تولید میشه. اما تا زمانی که داخل اون اسکوپ هست، هر گونه فعالیتی توسط هر فراخوانی صورت بگیره روی یک نمونه مشترک هستش تا بخوایم برسیم به انتهای اسکوپ. پس این هم بود در واقع نوع عملکرد چرخه حیات مربوط به اسکوپ. اسکوپ رو معمولاً برای چه چیزایی استفاده میکنیم؟ یه چیزی مثل در واقع دی بی کانتکست ها، دیتابیس، یعنی وقتی که ما توی این اسکوپ میایم یک اینستنسی از سرویس دیتابیس رو فراخوانی بکنیم، داخل این میخوایم یه سری فرآیندها انجام بدیم، اینسرت کنیم، دیلیت کنیم، یک سری فعالیت رو دیتابیس داشته باشیم. اون نمونه سرویسی که اون نمونه‌ای که از اون دی بی کانتکست برامون ساخته شده در این اسکوپ یک نمونه منحصر به فرده و در تمام فرآیندهایی که تو اون اسکوپ رخ میده روی همون نمونه رخ میده و کاملا منطقی هست دیگه. شما دارید اینسرت میکنید، دیلیت میکنید، باید تغییرات روی اون نمونه‌ای باشه که از ابتدا دارید روش کار میکنید دیگه. به محض اینکه ازش خارج میشید دیگه اون نمونه وجود نداره. تو درخواست بعدی نمونه جدیدی از دی بی کانتکستی که حالا قبلا تغییرات روش صورت گرفته یا نه در اختیار شما قرار داده میشه تا دوباره فرآیندها و عملیات‌هایی که میخواید روش انجام بدید. خب حالا برای در واقع چرخه حیات ترانزینت من در پروگرام اومدم نوعش رو گذاشتم اد ترانزینت و برنامه رو اجرا میگیرم، ترای میکنم، اکزیکیوت. خب میام اینجا، در ابتدا هر دو صفر هستن. کانتینیو میزنم. کانتینیو که زدم میبینم تغییرات فقط رو سرویس یک انجام شد، رو دومی هیچ تأثیری نداشته. چرا؟ چون ببین کانتش رو داره صفر نشون میده. ما تو حالت اسکوپ هر تغییری که صورت میگرفت تو اولی توی بعدی ها هم صورت میگرفت، اما در ترانزینت اینطور نیست. اگر من چند نمونه دیگه اینجا تعریف کرده بودم، 1 2 3 4 هر کدومشون رو اینجا می آوردم، تغییر روی اولی روی دومی رو بقیهش تاثیر نداشت. هر تغییری فقط روی همون فراخوانش صورت می گرفت. خب من اینو ادامه میدم. عملا چیزی نباید به من نشون بده چون ادی که انجام داده بودم روی یه سرویس یک بود نه سرویس دو، و در اینجا من سرویس یک رو داشتم get life times میکردم. دوباره اکزیکیوت میکنم. دقت کنید در سرویس یک ما یه دونه اد کردیم. اکزیکیوت میکنم. اکزیکیوت که میکنم باز صفر میشه. چرا؟ چون درخواست مجدد صورت گرفته، نمونه جدید اختصاص داده شده، این هم صفر میشه، اد انجام میشه و باز برای بعدی هیچ گونه تغییراتی اعمال نمیشه. در واقع در ترانزینت با هر بار در واقع استفاده از سرویس یک نمونه جدید ساخته میشه. برای همین این دو هیچ تأثیری روی هم ندارن. سرویس یک و سرویس دو هیچ تأثیری روی هم دیگه ندارن. اگر من رستاپ کنم اینجا بیام برای سرویس دو یک اد انجام بدم، اینجا دیگه میتونید حدس بزنید چون برای خود این اومدم اد انجام دادم، اینجا تو نمایشش بایستی یکی رو داشته باشم. دوباره اجرا میگیرم، ترای میکنم، اکزیکیوت. الان هر دوی اینها یک هستن. اجازه بدید من بریک رو اینجا بذارم، یک بار دیگه اکزیکیوت کنم. خب در ابتدا هر دو صفر هستن. کانتینیو میزنم. به سرویس یک یه دونه اد شد. به سرویس دو هیچ تأثیر در واقع روش هیچ تأثیری صورت نگرفت.
اگر توسط خودش یک اد انجام بشه روی نمونه مخصوص خودش داره اضافه میشه. من به این سرویس 2 یه دونه اد کردم، به قبلی اضافه نشد. زمانی که به سرویس 1 یه دونه اد کردم، به دومی اضافه نشد. پس هر کدومشون نمونه منحصر به فرد خودشون رو دارن و در هر لحظه که فراخوانی بشن، در هر لحظه که احتیاج به اون سرویس داشته باشن، تو لحظه ساخته میشه. خب فکر میکنم با این توضیحاتی که الان من دادم به طور کامل تونسته باشید نحوه عمل کرده چرخه حیات سینگلتون، چرخه حیات اسکوپ و چرخه حیات ترانزینت رو متوجه شده باشید. حالا با توجه به این طول عمرشون شما بایستی بیاید در نظر بگیرید که در پروژهتون سرویستون رو از کدوم نوعش تعریف کنید. سپاسگزارم از اینکه تا اینجا من رو همراهی کردید. امیدوارم که این ویدیو آموزشی بهتون کمک بکنه تا بتونید در مسیر برنامه‌نویسی بهتر پیش برید.